شما وقتی خبر جنگ رو شنیدید چی کار کرد؟ حالا ما خبر جنگ نشدیم، ما تو جنگ بودیم. اصلا اون لحظه دیگه ما فکر خودمون نبودیم، فقط فکر مملکتمون، فکر این بودیم که تمام مردم جمع شن یه دفعه برن صدام از بین ببرن. وقتی خبر جنگ رو شنیدم چه کار کردم؟ شوکه شدم، وحشت کردم. فکر بودن که به ما حمله کنن، ولی اونا خیال کردن که میتونن. ما که اول انقلاب کرده بودیم که ما خسته ایم، ولی ما هیچ وقت خسته نمیشیم. اونا هر چقدر بجنگن ما بیشتر از اونا میجنگیم. خیلی ناراحت شدم، متاسف شدم که چرا باید ما با یک کشوری که اصلا قابل مقایسه موقعیتش ما نیست در جنگ قرار بگیریم. توی جنگ که دعوا نون حلوا که فرقش نمیکنه. کلا میتونم بگم که عراق حمله کرد، همه ملت بیدار شدن که تازه میخوان حقشون رو از آمریکا بگیرن. یعنی جنگی که ما داریم با عراق میکنیم کلا با عراق نیست، بلکه با آمریکای جنایتکاره که حق ملت ایران رو داره ضایع میکنه و ما باید حقمون از ایشون بگیریم. وقتی که فهمیدی که عراق اومده فرودگاه ما رو بمبارون کرده، شما چیکار کردی؟ هیچی، آقا ناراحت شدم. آره به خصوصی خب نکردیم. چیکاری؟ عرض کنم که والا فکر کردم خیلی کار احمقانه دارن میکنن اینا. وقتی خبر جنگ رو شنیدید چه حسی بهتون دست؟ اسم آقا نگیرید فیل از من. بگی آقا. پاشو چی شد؟ همه ناراحت بودیم دیگه. ما که کارگرم همیشه سرگرم کار هستیم، چون اون وقت دولت انقلابی بود و مقامات مسئول بود و ما هم همه بالاخره اگه فرمان بدن بیاین بجنگیم، میریم بجنگیم، فرمان بدن کار کنیم، کار میکنیم شب روز. خیلی ناراحت شدم و برام خیلی ناگهانی بود. هیچ فکر نمی‌کردم که ما اون آرامش و امنیتی که داشتیم یه دفعه به یه جنگ تبدیل بشه که اصلا دلمون نمیخواست. خدا از من نپرسین، خب مسلمه خیلی ناراحت شدم. شما وقتی خبر جنگ رو شنیدید چه کار کردید؟ در کی؟ روزی که عراق آمد بمباران کرد فرودگاه. العاده متاسف شدم، یعنی اینقدر متاسف شدم که چون ایران نمیدونم هیچ دیگه نمیتونم بگم غیر از اینکه فقط بگم خیلی متاسفم و فوق العاده ناراحت. والا ناراحت شدم و هیچ کاری هم نکردم. غیر از ناراحتی چی کار کردی؟ هیچ. خب خیلی ناراحت شدم دیگه. چی کار کردی؟ کار به خصوص نگه همش دوام کنم زودتر انشالله تموم بشه. احساس مسئولیت کردم. بعد خودم 10 روز مونده بود به عید، رفتم تو جبهه غرب، اونجا شرکت کردم. با درود فراوان به رهبر انقلاب و ملت شهید پرور ایران. درود به روان پاک شهدای انقلابمون، از جمله 17 شهید همسنگر خودم. در شرفخونه در مزرعه کار میکردیم که یک دفعه صدای بمباران فرودگاه تبریز را شنیدم. فکر کردم اول فاجعه‌ای به بار اومده. شب امام توصیه فرمودن این بمباران از طرف عراقی ها است. خودم را با هر شرایطی بود به خرمشهر رساندم. تقریبا 10 متری جلوم یه خونه تانک زد منهدم شد. برای اول مرتبه بود صدای انفجار تانک را جلو چشام میدیدم. فکر میکردم که با هر ترکشش امکان داره هر لحظه پام یا دستم قطع بشه یا کشته بشم. دیگه مثل این فیلم‌های سینمایی برام حالت دیدنی نداشت. ترس و وحشت بود.